اینا دوستان عزیز تماشا کردیم. می‌بینیم 21 دا با حضور استراحت میکنی اینجا هم شرط شرایط همین تمره اونجا تش کمر میگن نه جایی که بدیم کن عزیز آستروفی سنگ تودا. سلام دوستان عزیز و کسانی که طبیعت دوست می‌دارن، کوه و دشت دوست می‌دارن، چیست برای شما بازم دهه سنتودا. این روز یک جای میریم که یگم بار من رفتگی نیستم، یگم تمام رفتگی نیستیم، میریم تماشا میکنیم. من شما دا نشان داده بودم اونجا را که مقصد اینجا کجا یک استروف هی همون باینده اینا از شما دا نشان میتونم. اینا که سرسرکمون، اینا دهه سنتودامون، اینا ای اوبانبوری دوای سنتودا دو اوبانبوری سنتودا دو هی انو سنتودا یک بولوی وای اوبانبوری مقصد بحری سنتودا اینجا اوبانبوری دو اینا که مامی شیر بیبی اومدیم هم برادر خاطی بیولوگا و هم مقصد هی انا باین دیدین این اینجا یک تا استروف اون باین این دیدیم برادرو. ما ایره در دیگه برنامه نشون دادگیم ای بولوش برنامه گرفتگیم. خدا خواسته باشه نصیب اونجا میریم، اونجا میریم یک جای. اینا برادر عزیز میریم با همین تا میگذریم، اینا همین جای گفتگی خطیبو میگذریم یا بار دیگه برادر عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. هوب اینا دستشون اینا برادرو میگذریم اکرافت. بسم الله الرحمن الرحیم. این چیست برای شما؟ اینا اینجا دمی کاک چشمت خطا برو احتیاط نکن بعد میری. اینا برادرو خب میریم رفتیم بچه‌ها رفتیم. اینجا دیگه لطکه او سده با لطکه هسته میریم انشالله اون لطکه سگیشه میگیریم میریم. خب رفتیم. اینجا همه جای کفتر خوره کنم خیلی مقصد ده هم خورد است من همچون جهان دارم عزیز. برادرو دهه سنتودا جان چیزی که بخوای در دهه ما هست. سه تا انشاءات کلان در دهه ما هست. سه تا انشاءات کلان گس سنتودا گس سنتودا دو و کاس هزار یعنی در آسیا میونه یک تای خیلی کاس هزار. این رفته دوستای عزیز الکای لطکای ما اینو آموده لطکای موتوری این رقماش 988 31 71 20 زنگ میزنن خدمت برادرمون تیار میستن استارت میشه میریم. هی انو پوینده استروفای مقصد اینجا همه جای استراحتگاه هست. دهه سنتودا در خدمت همه شما برادرو بیاین تماشا کنین جای ندیده تو رو ببینید و حلاوت ببرید. رفتیم این دیگه اینجا با جوک داره شوک میشه بسم الله الرحمن الرحیم. اینه جنان یا بسم الله. بیا دالی بشی بیا آماده هم میگم که بیا. خب اینا دوستان عزیز ما راه برو اومدیم. برادرای عزیز راه در رفته است اینا اشتیاق منقطی رفته است نصیب کنم انشاءالله. ای انو میجاده استروپا اینجا تماشا میکنیم رفتن میکنیم. اینا دوستان عزیز ایراننده خواهش کنم که کم ترک آهسته تر هی کنم من برای شما بنوار بگیرم. اینا همه اهل گروه رفته است برادرها بینی بحر ده این استروف ده نزدیک شد. این استروف نه برادر اینا برادرای عزیز استروف
که برادرها باور کنید همکار جواد ما حلوات میبرم شما را نمیدونم یک امیر جواد نیخ یک ام تماشای طبیعت یک ام بوکس بوی بیس پراویل ما سیر نمیشم همه کچیده به ذوق تماشا میکنم دیده باشن که میدرویم مصرفات تماشا میکنم چی گفت که رجا او یا تماشا کنید نه گپ نیست نرسیدیم هر دوستان عزیز استروفی سنگ تودا اینجا ای ماداگاسکار دام زورای ای تمام طبیعتی که در دنیا میبینید اینجا خوبایی و خاطرمانه و بهترین است اینا آماده رسیدیم جناب دیگه ما میزنی حلوات میبری در انطالیا رفتیم هم خیلی میخری او شو دری او دا سهم باقو تو این دری او دا فقط ماهی حلال شیر ماهی فقط است اینجا این آماده رسیدیم برادرها اینجا دا با برادرامون جای استراحتگاه کردن میای بعضو استراحت میکنی حلوات میبری این آماده رسیدیم بسم الله الرحمن الرحیم ولی هپ میبوی یکوش هپ میبوی ما بیا بگذار که رجا بگذار اینو برادرای عزیز اینجا همی نه عبادی کرده استن اینجا را نه حقتون تماشا کنید حلوات برین اینجا همی نه عباد کریستیان اینجا دا همه جنگل او طرف اینجا باینی او ایگام طرف راه نداره فقط کشتی قطی می برادرم این رو بی آدم خد اینجا چی بدهی جنگل بدهی نستمون دیلا این رو بی یا از جای میریم تماشا میکنیم چی گفتیم برادرو چی گه باشه اینجا چه خوری سنجی طبیعی یا بسم الله اینجا میر جواد نیخ میگن اکمه چو آده بیست جنگل دی خمیشه بیو این خور بی خوری مرگلون آمده ای همه چی بده اینجا باید اینجا اسمه ایست دایره باید دیده بچه نه اینجا میری بسم الله الرحمن الرحیم اینجا اسمه دایره باید یوش بر راه نداره سیمبولی ها اینه دیده برادرو باینده ایمو خب اینه برادرای عزیز بیاین طور بلندیش بریم بلندیش اینه بلندیش ده برومده اینه برادرو این انجام یک کروک شما رو تا میخونم نشان میتونم اینه استروف دیده گرد بگیر دریا همین زور باشه 50 سعودی خیان یا که یک گکتر باشه هم 50 سعودی تو یک گکتره مقصد در بین او استروف اینجا درخت ها اون اینجا در بیده اونا برادر اونا بیده خب اینا بین ده برادر دیدین استروف اینا دوستان عزیز بین استروف ده اینا بین ده مقصد نه همین قریب یک گکتر زمینه اینا اینجا بچه ها بین ده میوی یک شوق خمیری عصبات آرام میشه که میگی نو ای مادرم به دنیا اومدم زنده باشه برو رفتن میگیم تماشا کردن میگیم چی گفت که رجب انا دوستان عزیز و با نگفتن من که در اینجا تمام نمود چقدر گفتیم درخت و سنجید و چیزا میخوردگی نه سنجید است با اجازه نه کورک اینا برادرای تمیکنی کورک همیشین ایره این کورک بی این تاگ میکنی کورک ای بی دورویی این چیه که ای یک گپ میگم تو نه ای تو نبرین وقتش ده خوتلان ای ولایت ختلان طرفی سمرقند و بخارا اشترا خطی بار میبردن هر یک آدمی دور قدیم پای اشترا میشوشته و آوشه دم میکشیدن با میگفتن چوبه ای کارا میکنن که ای طرف ختلان اشتر میاد شما پاچه‌هاش میشوین امو سم اشترا میشوین و آوشه میخیر میگه که اشتر ای طرف ختلان گذاشتم دیگه کاور جقیدگی ای کاورک جقیدگی ای فایده انمی کاور جقیدگی ای گفته او یامو رو میخوردن ما اینا جیوایش خورده سه میدونی چقدر فایده داره برادر اینا بسم الله الرحمن الرحیم اینا وقتی که پای همین کاور میجقیده پایش تو رو شوشته که میخوردیان این میدونی چقدر دروه
این نخلای بابامونه این ده حقا شیدگی هست این با اینجا میکنی میخوایی نه هستای بوم این نگاه پختش نگاه تمیکنی هم که چمه کپونی نه اینو بچه ها وقتی که میخوری نمیخوایی که تیز میشه و ده حدیر همین مایده کنی میپسی میخوری رفتیم بیوی دایما اینا دوستان عزیز در طور بلندیشیم اینا گرد بگرد استرافای بینید بچه اینا دوستان عزیز خب تماشا کنید و حلوت ببرید اینا با ما یه چیز طبیعتی دیگر نشون میتونم اینا پرتسین هست که دورو برای کودکو برای قرتک در بند میخرن و کودکو میخرن ایریشه یعنی در علف میکنن پرتسین اینا شیرین بویا ها شیرین بویا ها راست میگی شیرین بویا نمیدیدیم برادرو ایریشه یعنی میشوه در طبیعت ما همه چی میشوه برادرو فقط اومده تماشا کنید و حلوت ببرید اینا دوستان عزیز اشتباهی که شما دیده استوده اینجا این سنجیتا این کاپا را دیدین کاپا که دیگه اینا مقصد اینه اینجا میای استراحت میکنی اینجا همه شرط شرایطش هست اینا جنگل مثلا این سنجیتا این کاپا میای نمی سویاک دا با حضور استراحت میکنی اینجا همه شرط شرایطش هست بچو اینو دیدین ما همه بحری ما همه یک چی خوبی داره که خیلی هست که سویاش هم میبینین سنجیتا رو دیدین نمو پایان سویا این کاپا رو دیدین نمو پایان سویاش این هم خیلی این هم که جایی را برای سویاش هم ببینین این باینده حالی میره من حالی باین برای ما شما باید چی دیگر نشون بدم نگاه در باین در درین همی ما چوب و کپا هست اینا اینجا آدم ها شما میان خود میره من برای بود آوت توزا بدن و اینا میریم اینا برادرای عزیز دیدن اینجا کروتک داره اینجا پرنده ها شتگن اینا چی پرنده باشند مرغابی نیستن و دیگه چیه نه دیگه این پرنده اینجا کت داره کروت داره میایی یه همه مایخرک میگه مایوره مایخرک ها من تورسیا ده هست که ما اینو برادر رو اینجا خیلی کروت داره باینی بردن میایی با هزو میزنه خب اینو بالاش محکم بود خیلی با این اوی کدیان با بالاش محکم میکنن ولی هستن و که بالاش محکم میکنن اینه برادرها اینجا دمی استراحت میکنی اینه جای استراحت اینه نگاه اینجا تیزوهای نگاه رست میکنن نگاه سواد کردن نگاه اینی تشکمرهای محکم اینی تشکمرهای هوی برادرها اینی تا میگذاریم بدر بخور اینی تا مدروی میرین منو برادری ما اینم بلندی خیز کرده بود این از دید عجیبه عجیب در آخر جای بازه جای تماشا هست برادرها اینه پیشکمر یا کمش آنایی دیده مشینه در دیگه دولت ها میبینیم کو در دیگه دولت ها میبینیم هم خیلی رو وایما میکنن صورت میگیرن اینا ما هم داریم هم تریجو اینا برادرها اینا برادرها عزیز اینا در دیگه دولت ها میروان هندوستانی رو پیش کلیپ میکنن و नहीं मरना गवार है तुमसे मोहब्बत दिल करूंगे है میگن اینا ما هم دور امام خیلی جو اینا ده برادر عزیز اینا تماشا کنید و حلوات ببرین اینا اینا ده
اینا برادرها اینجاش با جنگلیای سانتودا میگن اینجا جنگلیا سانتودا نه اینجا با شرشره داریم اینا شرشرمون از یک او اگر تو دگردونده شرشرمون قاق شده میشه با اینجا شرشره داریم و نه گیرده اودیسن گیرده و این همجا شرشره بده قاق اینا برادرها این اجازه نه او اومده است بچه ها جاکه به شرشره اینا او اومده است اینجا رو بینیم برادرها اینا بالا هم قشلاقی ما اگده های سانتودای بالا اینا دیدیم برادرها مردم خیلی جور در تلویزیون تماشا میکنن یکم طبیعت که ما داریم اینا چیست طبیعتی همین زنده برادرها اینا آخه یک بار میگذاری همین تقطع حلاوت میبری اینا ما شما دو نشون میدیم ای جان و مسیر بین اینه نگاه کنیم بچه ها دیدسته اینجا رو جنگل هم میگن جنگل هم تورتوری سرت هم تاری هم تورتوری سرت یا یه علاف بی یه علاف چی علاف باشد تلی توه ایرو آه تلی توه خط پیچیدگی هم اینه برادرها اینا برادرها همین تمیره اونجا تش کمر میگن نه جایی که بدیم که اونجا اینا برادرها تماشا کنید چیست برای شما با حضور مایده تماشا کده رفتن میگیریم این سنجیت همش درخت سنجیت درخت میوه دهنده سنجیت هم میگه که گلی کنجید گلی سنجید سر نیشه گلی شفتال و سلامی گلی بیدنم گلی سنجید شنمیه دیم برادرها اینا تش کامرا بگیر اینا می علاف دم حیران شدم چی باشه در تنی توبایی خد چسب ده برام ده دیده عجایب علاف عجایب ای زنده باشید اینا دوستان عزیز تماشا کردیم شما هم بیاید برادران عزیز تماشا کنید چیست برای همه ما و شما طبیعتی زیبا باقی سربلند و خاناباد باشید